آجی خوش به حال این پولدارا زندگیو اینا میکنن ها. داداش من این پولدار شدم فکر کردی خوبه، فقط اسمش قشنگه. چطور؟ داش حالا فکر کن یه بنز مدل آخر زیر پاته، اگه یاتاقان بزنه میتونی قطعاتشو پیدا کنی. نه. خب دیگه تو پرایدت خراب شه قطعاتشو توی سوپرمارکت هم میتونی اوکی کنی. بفرما خودش امتیاز دیگه. بنده خدا این پولدارا چقدر اذیت میشن. آره با اونو ولش کن. حالا فکر کن یارو 4 تا کارخونه داره، شب از استرس خوابش نمیبره که، ولی ما چی دوست خونمون هم بزنه تشی چی واسمون میذاره. امتیاز خودش. بعد بابا اصلا اینا رو ولش کن. این بنده خدا از الان 10 دقیقه اینو دارن اید کدوم کشور غریبی برن، فرانسه، ایتالیا، دبی. ما چی، ما تکلیفمون مشخصه، ای پا میشیم میریم دهاتمون. باریکلا. بعد این پولا رو همشون افسردگی دارن، اصلا دلیلش هم نمیدونن، ولی ما چی دلیل افسردگی اونو میدونیم، بی پولیه دیگه. خب همین که دلیلشو میدونیم خودش امتیازه دیگه. اینا به کنار آقا فکر کن یارو 4 تا خونه بالا شهر داره، 2 تا ویلا لواسون داره، یه ویلا شمال داره. خب این چیش بده؟ خب اما یارانشون رو قطع میکنن دیگه. چه تفلکی‌ها رو ببینا بدبختا. خدا شکرش. خدایا.